سلام عشقای دل، چطورین؟ من سعید هستم. با خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل من. و بچه‌ها تو این ویدیو قراره که با هم دیگه همونجوری که از تامنیل ویدیو متوجه شدید قراره که شلوار هری و بنر یوتیوبری و خلاصه که کلی جوایز دیگه و چه میدونم خلاصه که کلی چیز دیگه رو بریم راحت بگیریم. حالا میگید چطوری؟ پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که این ویدیو و آموزش خفن از دست ندید. بچه‌ها بریم این سرور رو از لاکی رویالش شروع کنیم، ببینیم چی اومده تو لاکی رویالش. خلاصه که کلا این سرور رو براتون رنده کنیم، زیرو رو کنیم بره دیگه. اوکی. و لطفا قبل از اینکه بریم سراغ حالا ادامه ویدیو، لطفا اگر که چنل منو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روی آل بذارید که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتم اولین نفری باشید که اون رو میبینه و عشق میکنه. و خلاصه که این کار خیلی ساده هستش، فقط یه کلیک میخواد. باشن اون انگشتتو یه زحمت بنداز، یه ساب کن، یه لایک کن، دمت گرم. همونجوری که گفتم یکم انگشتتو زحمت بده و این ویدیو رو یه لایک هم کن. حالا دوست داشتی انگلیسیت خوب بود، حالا هرچند که حالا اگر انگلیسیت هم در اون صورت خوب نبود یه کامنت بذار، یه چیزی از خودت در بیار دیگه، معنی داشته باشه البته. دمت گرم. بچه‌ها بریم از لاکی رویالش شروع کنیم. نمیخوام خیلی هم ویدیو طولانی بشه، سعی میکنم سریع‌تر بزنم. بچه‌ها این قسمت یه ست خفن آورد، نمیدونم توی سرور خودمون اومده نیومده. بچه‌ها من نگاه نکردم، واقعا این ستش حرف نداره. اینا رو آورد. اینم خوب بدش کنیم که من دانلودش کنم. اینم به نظر ست خیلی خفنی میاد. بله واقعا ست خیلی خفنی آجی، عالی که خفنم گذاشته دیگه، واقعا حرف نداره. اگه شما از اینا حالا هر کدومشون خوشتون اومد حتما توی کامنت بگید. و اینجام که یه توفنگ فنگ آورده، اینا هم بد نیست بکنم. این خوشگله، این سرور خودمونم فکر کنم اومده بود. و این یکی انگار ایکیه و ولی اینم خوشگله. اینا رو دانلود کنم و این واقعا خیلی خوشگله آجی، فضاییه، این از فضا اومده. این هم که دیگه آجی فکر کنم با سنگ و این چیزا ما میتونستیم بگیریمش، درسته؟ اگر اشتباه نمی‌کنم اگه درسته حتما توی کامنت بگید. درسته دیگه، فکر کنم با سنگ و اینا میشه بگیری، درسته؟ توی کامنت بگید. اینجام که چیزای ایونت رو آورده که هممون دیدیم دیگه. اینو درسته که خیلی تو توضیحات اینا نمیریم، علاقه ندارم چیزای تکراری. این قسمتش آجی اینو ببین، من از این خیلی خوشم میاد. ببین قشنگ جم بزنی سه تا از این توکنام آورده داخلش، واقعا شانسش در اون صورت بد نیست، سیاه نیست دیگه. ببین راحت 10 تا از اینا جمع کنی میتونی هر کدوم از این گاندویلیا رو که خواستی راحت بگیریش کنی دیگه چی از این بهتر بود. این قسمت پایینترش و این قسمتش هم بله این از این کارت ها میخواد، از این کارت ها میخواد. واقعا چیزای بدی هم داخلش نیست، نسبت به اون بهتره. حالا دیگه یه جای چیز داره بریش رو بچه تموم شد این قسمت و بریم که از اینجا زیرو رو کنیم از اولیش. چون این قسمت هم که هیچی، بیایم پایینش و بله اینجا که شمشیر آورده، چه میدونم کله خرگوش آورده، پاکس آورده، نارنجک آورده، چه میدونم ست دخترنا آورده و کلی هیچ دیگه همینا رو آورده بود. بله اونجام هیچی، اینجام که هیچی. بله اینجام که این موز قشنگتون آورده، واقعا چیز خوشگلیه. بریم دست یارامون عشق کنم. خب بچه‌ها این قسمت هم یخ آورده، اینا رو اکثرا خاص کرده دهن این سرویس، همه چیزو خاص کرده. از اینم هنوز نیومده اینجا آورده خاصش کرده. خب بذار بیاد تو بازی، فکر کنم حالا اومده، نمیدونم، هر حال مهمه نمیدونم. بچه‌ها اومده به نظرتون توی بازی؟ من سرور خودمون رو بچه‌ها نگاه نکردم، شاید باورتون نشه من حدودا یه ماهی میشه نرفتم توی اون اکانت، ببخشید دیگه. من نمیدونم اومده توی سرور خودمون این دختره، سه تا دختر یا خیر، خلاصه که اینجا خاصش کرده، هنوز نیومده. اینجا خاصش کرده که خلاصه که خودش راحت کرده دیگه. و اینجام که این چیه دیگه، روسریه. خلاصه که هر چیزی که هست ولی واقعا انگار روسریه، کلاهه. ببین یکم بهشوری بیایم پایین‌تر. کلاه هم که ارزش دانلود کردن نداره چون که میبینیدش دیگه. بچه‌ها این کلاه واقعا خوشگله، این خوشگله، اینم خوشگله. اینا رو میتونید با سکه بگیرید، ببینید با 10 کیسی با 10,000 تا سکه میتونید بگیرید. اینو من گرفتم از قبل، واقعا خفنه. بریم توی عینک‌ها و عینکام که این خیلی خوشگله، این خیلی خوشگله، این واقعا خیلی خوشگله. بعضی‌جا زبونم میگیره، ببخشید. و این قسمتش هم که کلی
رنگ و طرح و چیز صورت آورده برش کنیم باز. و این قسمتش هم که اینو آورده، این خوشگله با 300 جم میتونید بگیریدش. و اینا هم که دیگه با این سه تا این هر کدومشون دوست داشته میتونید راحت با 15000 تا سکه بگیرید. این هم آورد خاص کرده نامد اینجا کنم سرور خودمونم خاص باشه نمیدونم. و ببین شلوار حریم هم که اینجا خاص کرده دیگه مشتی من دیگه این خیلی خفن شده، دانلودش کنم این ارزش داره قبول دارید. اما از شلوار حری که بگذریم بچه اینم خاص کرده این نامرد. خلاصه که اینجا اینا هم که دیگه با سکه میتونید بگیرید، این سرور رو کلا خالی کنید تا دقیقه اول. و اینم شلوار حری خلاصه که شلوار حری رو ببینید آجی با 300 جم، یعنی 300 جم یه شلوار معمولی. ببین اینا رو هم سطح کرده یه جورایی تو این سرور. ببینید این شلواری که اصلا نمیشه با این مقایسش کرد، برابر تقریبا قیمتشون. و بچه‌ها اینا هم دیدید دیگه بریم پایین‌تر. و این دمپایی آورده، این دمپایی هم خوشگله، حالا نمیدونم فکر کنم تو سرور خودمون خز باشه، خیلی دمپایی خوشگلیه. و این قسمتش هم که این کفشاش واقعا خوشگله، من ازشون خوشم میاد، این ستاش قشنگه واقعا حرف نداره. باشه این قسمت پایین دنساش هم که این دنس فوتبالیه، واقعا من ازش خوشم میاد. نظرتون اگر شما خوشتون میاد یا حالا هر چیزی که هست که کامنت رو بگید دیگه. دمتون دانلود شد دیگه سریعتر. ببینید 269 که هم لایک برده، این هم یکی دیگه 269 که هم یه دونه دیگه اضافه شد. مهم نیست یه بار دیگه بزنید ببینید ماشاءالله چقدر هم حرفه‌ای میزنه، توپ از تو پاش رد میشه. ولش کنیم بریم بعدی. اصلا این کوله پشتی هاشم بد نیست، هرچند که حالا خزه ولی این خوشگله. من از این دو تا خوشم میاد. باشه قسمتی پایین ترش رو برید اینجا بچه‌ها این اسکینا رو خاص کرد. ببینید یعنی اصلا همون دقیقه اول اسکین ماشین، اسکین اسلحه، چه میدونم شلوار، لباس، پروفایل، درسته که همه چیز میتونید داشته باشید دیگه. بهتر از سرور خودمونه قبول دارید. حتی اسکین قبل از قبرام نگذاشت، حتی اسکیت هم میتونید بخرید. ببینید دیگه قیمتاشون رو که دیگه دارید میبینید. اینجا این چتر نجات ها رو که دیگه ارزش‌تر از همش تقریبا همینه، اینا رو خرج نکرده. اینا هم میگم یعنی با سکه نمیشه گرفت از این. خب پروفایلش هم که دیگه دختر رو نظر بده، یعنی دختری وجود داره این ویدیو رو میبینه. خب ببخشید. و این هم که دیگه رایگان میده، همون دقیقه اول که وارد این چیز میشید اینو بهتون میده. بچه‌ها برای یوتیوبری رو هم که خاص کرده این نامرد. یا آقا تنها چیزش مونده، آمپوتورش اون مونده، برای هم که دیگه خاص کرده دیگه چیزی نمونده خاص کنه. دمش گرم، راحت بیاید بگیریدش، عشق کنید. اینجا هم که پتو این چیزا آورده که دیگه کسی پت نمیزنه زیاد، مهمم نیست. و در آخر قسمت آخرش هم ماجیک کیوب چیه، با اینا میتونید این ماستانا رو بگیرید، ست متا رو بگیرید. این ست خوشگلی به نظر میرسه. نمیدونم چرا ندیدمش، دیدمش یعنی دانلودش نکردم. و این قسمت بچه‌ها تو این قسمت میتونید این لباس کریکت اینو بگیرید. خلاصه که با 200 از این تاسو راحت میتونید کلی چیز هم اینجا بگیرید. تو سرور خودمون اینا نیست، تو اسکین اسلحه چه میدونم، خلاصه که کلی چیز میتونید بگیرید، دارید مشاهده میکنید دیگه. و این قسمتش هم میتونید اینا رو بگیرید، واقعا حرف نداره آجی، عالیه. این ست خوشگل هم میتونید بگیرید با ماجیک کیوب. این قسمت رو بکنم جدید اومده، ندیده بودمش. با 5 تا از این اینا میتونید یه چیز بگیرید، بویا پس پریمیوم چه اینم. و این قسمتش هم که توی سرور خودمون فکر کنم جالب تر باشه، اصلا مهم نیست. خب بچه‌ها ممنون که اینجا ویدیو تماشا کردید. اگر تا اینجا ویدیو تماشا کردید واقعا ازتون ممنونم همونجوری که گفتم. و حتما لایک و ساب کنید اگر این کارو نکردید. دمتون گرم. کامنت هم بذارید، واقعا ازتون کم نمیشه و باعث میشه که از من حمایت کنید و منم از برای شما ویدیوهای بهتری بذارم. خلاصه که بچه‌ها بهتون حرفمو گفتم دیگه. بچه‌ها برای اینکه بیاید وارد این سرور بشید لازمه که بعضی کارا رو انجام بدید. این سرور تایلند هستش. برای ورود به این کافیه که وارد تنظیمات بشید. خب وارد تنظیمات که شدید زبان بازیتون رو روی این بذارید. ببینید اینی که من گذاشتم، می‌بینید گزینه سوم و این تیک اوکی رو بزنید. ببینید اینو اوکی کنید، اینم بزنید و اون وقت یه بار از بازی خارج بشید و با استفاده از VPN از دوباره وارد بشید. و اما قبل از اینکه حالا وارد بشید اینا نیازه که یک جیمیل هم بسازید از قبل و اکانت رو روش سیو کنید که در آینده نپره. و بعد من تو این سرور این دنس رو هم گرفتم با این کیفه، بکنم چیز دیگه هم گرفته باشم با اسپین رایگان. واقعا این سرور خیلی خوش شانسه و عالیه
و خلاصه که بهتون توصیه میکنم حالا واردش بشید، حالا هرچند که بعضی از معایبی داره، حالا مهم نیست، واقعا چیزهای خیلی خفنی بهتون میده و میتونید شما راحت استفاده کنید. دیگه نیازی نیست برید توی سرور خودمون مثلا جیم بهش بدید یا هزینه کنید، واقعا عالی، حرف نداره. اما دوستان اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، ایده چیزی دارید، دمتون گرم، ممنون میشم که بگید من براتون ویدیوی جدید بسازم. حالا اگر ایده چیزی دارید میخواید مثلا براتون در مورد چیز خاصی ویدیو بسازم و لطفا حتما در مورد بازی باشه که خارج از بازی نباشه، دمتون گرم، میدونید که چی میگم. خلاصه که بتونم هم بسازم. حالا توی حوزه هرچی باشه توی قسمت بازی براتون ویدیوشو میسازم و توی چنل قرار میدم. اگر که بتونم کمکتون میکنم و توی کامنت هم حتما کامنت بذارید، خلاصه که جوابتون رو میدم، باهاتون در ارتباط هستم و ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید، دمتون گرم. خلاصه که تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار، لایک و سابم فراموش نشه، دمتون گرم، خدا نگهدار.